سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. همین رو کم داشتیم یا بیربو اکسیکتی. همین رو کم داشتیم، بیربو اکسیکتی. مثال رو نگاه کن. بیربو اکسیکتی sen neden hala buradasın. میگه بیر عدد یک، بو به معنای این، اکسیک به معنای کم. تی پسوند گذشته بود هست. میگه همین کم بود، حالا همینو کم داشتیم. سن ندن، سن به معنای تو، ندن برای چی، به خاطر چی معنی میده. حالا یعنی اکنون، الان. براداسın، برا به معنای اینجا، دا پسوند در هست، سن پسوند فعالی برای شخص سن هست. میگه بیربو اکسیکتی sen neden hala buradasın. میگه همین رو کم داشتیم، تو چرا هنوز اینجایی یا اینجا هستی. خب این اصطلاح یاد بگیرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.